همه جماعتی که به خصوص تو این 30 شب ماه مبارک رمضان تو این هیئت‌ها حرف‌های تند و تیزی زده شد، روی همین شاخه‌ای که نشستیم همین شاخه رو برداشتیم بریدیم و داریم می‌بریم. آقای مداح اهل بیت عزیز و محترم، وقتی که میکوبی و از اساس اینها همه چی رو زیر سوال میبری، بچه من تشخیص نمیده بین اون شخصیتی که تو داری میزنی و کلیت نظام. ولذا الان تو بین بچه حزب اللهیا همه اپوزیسیون شدن، هر کی فوش تندتری بده به نسبت به نظام و دولت اینها، این آقا انقلابی تره. وای کرد ببین اصلا از اساس. برادر عزیز دلم، این اتفاقی که پیش اومده و این بابا شده رئیس جمهور، خیلی قد آرنولدی و هیکل آرنولدی داشته، نه قیافش زیبا بوده، نه اتفاقا به خاطر همین تیپ کارگری، صورت چروکیده، به خاطر همین رأی آورد. اتفاقا به خاطر تبلیغات افتضاحی که در خصوص کردن، گفتن بابا یکی بیاد این احمدی نژاد رو بردار، یه ماه هموم نرفته اینا بعدش داره ببره هموم. به خاطر همین رأی آورد. همه روستایی‌ها گفتن تو رو خدا اینم مثل ما بدن شیپیش گذاشته یه ماه، اینا دمش گرم از خودمونه، اینا رأی بدید. اینا فکر میکنن مثلا اینجوری تبلیغ این تیپی بکنن دیگه. بعد تو SMS ها همینجوری میاد آره آقا اومد تلویزیون صحبت کرده، اینها در خصوص قرآن سوخته هیچی نگفت، اینا در خصوص کوروش مثلا اینقدر مدت صحبت کرد. خب برادر چرا دیشب پریشب تا حالا SMS نمیزنی که آقا این توی سازمان ملل این بار 2 مرتبه قوقا کرد، این 2 مرتبه تو دوئلی که با این یارو لری کینگ خدای خبرنگاری اینا هر کسی رو بردن اونجا لوله کرده. پارسال یه بار احمدی نژاد رفت موتورش گذاشت پایین، تازه دیدید تیمی که بودش اینا پشت اون دیدید پشت صحنه ها رو اینا رو بهش میرسوندن که لری اینو بگو، اینا اینجا اینجوری نگو، زیر یخ همیشه اینجوری بگیر فلان اینها. احمدی نژاد موتورش آورد پایین قاطی کرد. من گفتم این امسال احمدی نژاد عجب جیگری کرده، این آدم بالاخره یه بوکسور یه کسی مقابل آدم باشه، اینا میگه یه بار زدمت رود کم شد دیگه، اینها 2 مرتبه نمیره. امسال 2 مرتبه رفت پای همون میز نشید و سوال کن ببین اینا 2 مرتبه لریکینگ، حالا ندیدید اینا رو؟ بعد این شب گفت چرا شما تضمین نمیدید که لریکینگ ازش باشه؟ چرا تضمین نمیدید که شما چیز هسته‌ای اینها جهان نگرانه؟ همین اینجا گفت جهان یعنی کی؟ یعنی شما آمریکایی‌ها؟ گفت بله آمریکایی‌ها. گفت شما کی هستید که مثلا کیا نگرانن اینا؟ گفت مثلا آقای نتانیاهو. همین اینجا گفت نتانیاهو کی هست اصلا اینا؟ گفت بالاخره رئیس جمهور ایران. گفت خیلی بیخود کرده، اون جنایتکاره باعثی بلند از تریبون. بابا نگاه کن اصلا این قد قواره این تیپی ما نداریم.